العالمين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. خدا رحمت کنه جناب جنونی را. میگفت نه لایق بر غرور است و نه عزمی اعتمادی ها. همین دنیا میگه لایق کبیر نداره که تو صاحب خانه شدی، ماشین شدی، پول شدی، مقصد بچه های وظیفه دار شدی، چیز شدی، لایق به همین نداره که تو کتگی کنی. همین لایق نداره. میگه همین دنیا همین لایق نداره. نه لایق بر غرور است و نه عزمی اعتمادی ها. نمی ارزد به این حرفه که کس گوید به من داد است. ارزش همین را نداره که بگه هی نیکی مرا خدا می دنیا داد. ارزش همین را میگه ندارد. بازیچه است تیفل فریب این متاع دهر. به عقل مردمان که برو مبتلا شود. میگه میدونه که پیش یک کودک دیگه بازیچه را بته یک ساعت پس جو بخینم بازیچه را خوش برده. دنیا میگن همین بازیچه ایو شما بازینگراشین. خطی تان بازی میکنه دماغ میبینی منت همه بندن بازیچه در جا شاید تو میره جواب سال جواب تا داده میگی. برادر عزیز به خود بیاییم. برای چی پیامبر میگه هر کسی که سحر از خواب بیدار شود، شاید ما و شما را گفته، شاید ما و شما زیر اما آدم ما باشیم، سحر بیدار میشه میگن غم دنیا فراش گرفته، چیکار کنم، چخیل کنم، امروز چخیل میشیده باشه، امروز چی بکوار. مقصد فقط فکر و فقط برای این دنیا تای. هیچ وقت که من امروز اگه دینه پاره خونده بودم امروز میتونم یکنی پارش کنم. دینه مقصد 5 وقت نمازام با وقت خوندم امروز هم میتونسته باشم. دینه مقصد یا نیکی کنم میتونم امروز 2 نیکی کنم. اینا نه میخیزه فقط و فقط میگه همین غم دنیا فراش گرفتگی. فقط و فقط درآمدش، فقط بعضی گناه ها پلانا ده هموه. فقط میگه هر کسی با همین اندیشه و نیت از جوش بلند شود تا شب شدن او در غضب خدا. این مما یلحق المؤمن من عملی و حسناتی بعد موتی. در همین جا برادرای عزیز 6 چیز در حدیث گفته شد که بعد از دنیا گذشتن ما هر کسی که این کارها را انجام دهد در خانه قبر تنها نیست. یا گوییم همیشه بر روح او از همین 6 چیزی که در حدیث یاد شد بر روحش می رود. دایم گوییم چکلی درختی که آب میخوره هر روز دایم به نام تو ثواب و پاداش می رود. یکی از امونا چه برادرو؟ ولدن صالحا. یک فرزندی صالح را از پشت خودت بگذار و بعد مرده رویم میلش. یک فرزندی صالح از پشتت بگذار. مقصد ما یک فرزند معنای را نداره که 10 تا داشته باشی یک شد. مقصد دم شبگی و 9 تا دیگر چیزی شد شیده میگه نه. فرزندی صالح از عقیبت بگذار و بعد برای خانه قبرت. پیامبر نازنین گفته است که همین شرافتی همین فرزندی خوب خانه قبری تو میرسد. شرافت همین همین زحمت و مهنت و غمخواری که در حق ای کردی و این آدم تربیه کردی و بسیار فرزندی خوبش کردی، دیگر خانه قبرت هم این همین خیلی خانه که روشنی زیبایی به یگان تشویش. مقصد الله مهربان همه اکرام برای تو میکنه برای خاطری فرزند خوبی که گذاشتی. من 2 مثال تا میارم دعا میکنم زیادی بعد خیلی انشاءالله برای یک نکته بس است میگه اگر شعور است. همون
جناب عبدالله توستری میگن، سهل ابن عبدالله توستری، یکی از بسیار آدم شناخته و عارفه. این کس میگه من دایه داشتم، تربیتگر داشتم، نامش میگه محمد ابن سواره بود. میگه وقتی من 3 ساله بودم، 3 ساله در خانه، میگه گاه شب بیدار میشیدم، میگه یک نگاه میکردم همین دایم در نمازه، در نمازه. بعد میگم خیلی نگاه میکرد، میگه سلام میداد، مرا میپرسید ها عبدالله خواب نمیکنی؟ سال میگفتم خواب میکنم. میگو بیا یک چی نشانت بعد خواب کن. بعد میگفتم خیلی کو، بگو چی است؟ بعد میگو بگو که الله معی، الله ناظری، الله شاهدی. همین را بگو بچم. چند باری؟ 3 باری، 3 بار میگفتم. میگه همین کلمه قطعی آورد. میگه اخیر عمرم میگه به 6 و 7 اومد. بعد میگه گفت که عبدالله میدونی که همین گپا چی معنی داره؟ الله معی، الله همراه منه، الله شاهدی منه، یعنی گواهی منه و الله منو نظارت میکنه. گفت فهمیدی چیه؟ وقتی که این اللهی که تو نظارت کنه با تو باشه، عبادتش نمیکنی. میگه گفتم چیکار کنم؟ طهارت کن. طهارتم دارم، میگه نشانم داد، آورد، میگه به نماز راستم کرد. همین عبدالله توستری برادرای عزیز یک نفر شید که تمام دنیا ایره حاضر، اگر شما با کتابا نظارت کنین این شخصیت بعد میفهمید که کی است. ولی بینی که از خوردی همون درختی بگیم همون ایمانه در قلبی هم بچک شینود، او طهارتش و او نمازش و این بزرگیاش دیگه اما میوه همون درخت بود. عزیزان میگن درختی که خوردکت بود باغبان، بگرداند او را چو خواهد چنان، چو گردد کلام باز نتواندش، که از کجی و خمی بگرداندش. درخت میدهک باشه قطعش سر کار گرفته میتونی، کلانشی زورت نمیرسه. برای چی پیامبر میگه مرو اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین واضربوهم و هم ابناء 10 و فرقوا بینهم فی المضاجع. بچه‌تون 7 ساله شید باید نماز بخونن، 10 ساله شید نخوان بزنینشون، لیکن جاگاه خوابشون از دخترکاتون جدا کنید. فرزندا باید که پایبندی نماز باشن. برادر عزیز، بازی میدونی که هم خودمون فراموش کردیم هم فرزندامون. کمی پدر یا مادری با انصافگی همین لوا که در سرخان دازی رفتی هم عکس مثال بازی همین فقط دست همش دارم تلفنه، شب روز با همین بازی داره یا تلویزیون تماشا میکنه. این تبش نانی بگوی بچه جان که یک گپکوی مرا گوش کی ککو او کی جناب ابراهیم دامنی میگه یک تعلیمات تون میکنم همین را بگیرین. گپ من میگه در تجربه میگه من دیدم. میگه من بچه ما فیراد میکنم، میگفتم که بچم ترا کیو فرید؟ بعد میگه کیو فرید؟ بگو الله. میگفتم الله. دستا کیو فرید؟ بگو الله. پا کی؟ در الله. پدر و مادر تا کی؟ الله. الله را دوست میداری؟ دوستش میدارم. اگر فرمانت کنه فرمانشو میگیری؟ فرمانشو میگیرم. میگم من دویم یک سوال هر روز میکردم فرزند من تا که همون فکر کنه اندیشه کنه. میگفتم وقتی که دیگه بعضی تمام شد من میگفتم آسمان کی آفرید؟ دیگه خودش میگفت الله آفرید. زمین کی آفرید؟ الله آفرید. غیر الله یگان کس نآفریده؟ نه، هیچ کس توانایی را نداره. میگم من به همین فرزند و مقصد تربیت کردم. ولی میدونی که این حاضرم ما و شما همین خیلی پیشرو اکو با اندیشه خودمون هم خیلی پیشرو کردگیم که بازی بچه اکثری ما تو نمیدونه بنده کی بگو نمیدونه. ولی زمین کی آفرید، آسمان کی آفرید، این چیزا را تماما بالکل اون نمیدونه. و
وقت داشتن میپرسیدن هیچ چی در خاندان هیچ سواد نداشت این قدر ملاها هم نداشتن که بگن شان نیکی میگفتن بنده کی؟ میگو بنده الله. امتی کی؟ امت محمد مصطفی. در ملت کی؟ در ملت ابراهیم خلیل الله. حتی مذهب هم میپرسیدن در مذهب کی؟ در مذهب امام اعظم. اینها را برادرای عزیز بکنیم فایده جان اختانه با خدا یا گپای کتابن گپای شریعت مانن. من یا شما را پیش خودم یا عقل خودم نگفتیستم، من برای راحت خودم فایده خودم که این چیزها را باید ما بکنیم برادر عزیز. فرزندکامون را تربیه کنیم، فرزندا را نگذاریم. واسه کو یک تدبیر بچه تپرس بگو بچه‌م کلان میشه چی میشه کو چیت میگه. این برای فقط برای فهمی شد همین خپرس یا دختر تپرس بگو بچه‌م یا دخترم کلان شد چی میشه کو بین چیت میگه. نه که همون جوابی را که همون میتاد کو او جواب میتاد. اگر کم ترک ننگ ناموس داشته باشی با خود میوی، با خود میوی که بین هدفی بچه ما چیه، هدفی دختری ما چیه کو چید میگه. همون چیلی که پیامبر میگه از همه زن اهل جنت همون زنه که هی که وقتی پرسانش که کی را دوست می‌داری میگه شوهر من. یکی کو پرسید زنکاتون کی را دوست می‌داره احمد؟ همین قپرسش بگو ای احمد زنک چی را بسیار دوست می‌داری؟ کی را نگو، کی را بگوی بعد ممکن بفهمه. بگو ای احمد همین چی را بسیار دوست می‌داری؟ کو میگه که مردک تره میگه. برای تعلیمات نیست، برای آگاه کردن نیست. اگر یگون چی هم که گفت ما خفه نشیم خودمون ملامت کنیم که اهمیت کی نیست، تربیت کی نیست، پروا کی نیست. این نتیجهش. خلاص برادر عزیز این فرزنده که آمده است این به حیث امانت است. امانت آدم باید خیانت نکنه. فرزنده چخیلی که گرفتیم با فکرتی پاک الان خیلی پاک باید با صاحبش بسپاریم. در این ما خیانت نکنیم باید برادرم. این ما براهای شیطنت و براهای نادرست و راهای بدبختی هیچ وقت تربیه نکنیم، رهسپاری این راه نکنیم. زیرا که اینها با دردی سرما میشن. الله مهربان خواهرچه را بازم در این خاندان خودمش مبارک کنه. خداوند میل محبت های ما و شما را باز به دین خدا زیاد کنه و کمبودی ها و خطاها و لغزش ها خدای مهربان با فضل کرمش بخشیده کنه و این احسان ها و این خیر ها و این ترددهایی را که اهل خاندان دیده است خدای مهربان به درگاهش مقبول بگردانه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحیم. سلام علیکم و رحمت